فاتح اینا همه شعره. حوزی شعره. سلام، حال همه ما خوب است. دانقان. خب سلام بچه ها، من هادیم، جهانگیر هستم. جهانگیر هستش. تیم اومدیم یه کاری رو ضبط کنیم، یه کاری بکنیم. میخوایم یه دونه شارژ داری؟ آره شارژ دارم. نشد. اومدیم که چیز کنیم، ببینیم محتوای آهنگ که پیدا کردیم واسه این سری از برنامه‌های H&G ببینیم چیه. یکم تو حرف بزن، تو خوب بهتر حرف بزنی. بخور. عرضم به حضورتون سلام عرض کردیم خدمت همتون دوستان محترم، دنبال کننده های همیشگیمون. امیدوارم همیشه مشتی باشین. بشاش باش. بشاش بشاشید. نگو دیگه. بشاش تو بشاش. امشب اومدیم خدمتتون با یه اثر فاخر دیگه، با یه خواننده به شدت با استعداد و یه پدیده نوظهور، یه پدیده عجیب، پدیده پا قشنگ. کفش قشنگ. من میگم که اسم آهنگو نگو. اولش که لو نمیدو، اول آهنگ، چون معمولا اینا اول آهنگ یه کلمه میگم، کلمه اسم آهنگ لو میره. البته خب بخواید نخوایم چند ثانیه میفهمم. بس شعرتر از این الفاظ. خب عرض به حضورتون که اومدیم یکی از آهنگا رو تجزیه، آنالیز، موشکافی و در واقع رمزگشایی بکنیم. آهنگایی که به شدت توی نسل جوان وایرال شده، حالا به شدت که نه، حالا وایرال شده، نسل جوان یه تعدادشون میشنوه. 2,500,000 تا ویو دارن یارو. چقدر؟ 2,500 2,500,000 میلیون. خب من شعرش رو یکم میخونیم ما، بعد خودشو باز میکنیم. شعرش از شعرش اصلا معلومه کیه چیه، از شعر معلومه چی داره میگه. یکی این وسط بیاید جمعش کنه. چی شده؟ موضوع چیه؟ چرا وسط کار شروع کرده؟ از اولش دارم میخونم من. میگه یکی این وسط بیاید جمعش کنه، بعد بیاید باید جمعش کنن. درسته؟ یه جمعش کنه. یکی بیاد اینو جمعش کنه. نه درست میگه. یکی بیاد اینو جمعش کنه. خب یکی بیاد این وسط اینو جمعش کنه. بیاد نس بیاید. بیاید جمعش کنید. آره اگر بیاید، یکی بیاید این وسط اینو جمعش کنید. بیاید جمعش کنید. همین غلط خوب مثلا ولی چی حالا شاید از شعر اشتباه زده سایت. البته سایت چیزه. به هر حال اشتباه هر چی خودشون آپلود کردن و گذاشتن. شخصی نیست، خصوصی، بخش خصوصی نیست. رومیه. ویژه، مراقبت ویژه. خواهشاً پیکاتونو کمش کنید. فاز بد داد بپیچید دکش کنید. مطمئنی درست داری میخونی؟ تیکر رد نکردی؟ یکی این وسط بیاد جمعش کنه. خواهشاً پیکاتونو کمش کنید. فاز بد داد بپیچید دکش کنید. تو خب منی داره اینجا، یعنی یکی زیاده روی داره میکنه. بذار اینم بگم بعد این چیزا رو تمام بچه‌ها روشنش کنید. خب بفرمایید. داشتیم گفت. خب اینجا داره میگه که ظاهرا یه بنده خدایی زیاده روی کرده، بعد مستی کرده، زیاد خورده، الان وسط داره نمیدونم والا شیلنگ تخته میندازه، چه غلطی داره میکنه. میگه ایها الناس بینو جمعش کنید، بعد دکش کنید، نمیدونم والا دفنش کنید، اگر نمرد نمیدونم فلان شو، بعد بیاین شمع روشنش کنید. بچه‌ها روشنش کنید. منظور شمعه. چی حالا باید روشن کنه؟ خودشو میگن. شاید منظورش هم شمعه. حالا شمع چرا دیگه؟ این همه چرت و پرت شمع. کلمه شمع اضافه بود. بچه‌ها روشنش کنید. خوب تو چشام نگاه کن ببین شدم روانی. خب من یه توضیح مختصر قبل اینکه ادامه بدی. الان بند اول تموم شده. خب بند اول روایتی بود که من تعریف کردم، گفتم که ظاهرا یه بند خدای والا بلا 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 و حالا آخرش هم روشنش کنید. اوکی، بند اول تموم شد. تو بند دوم منظور دو بیت اول تموم. آره دیگه بند اول بندشو میخورم. خب بعد خوب تو چشام نگاه کن ببین شدم روانی، با کسی که پاس نمیده نه نمیکنم تبانی.
پاس چی نمیده؟ نمیدونم اینا تو زمین فوتبالن یا تو الان چه پاس منتظر چه پاسیه الان؟ پاس گل دیگه. نه چی؟ ببین اگر بخوام اینو شاید منظورش اصلا قلیون پاس نمیده، نمیدونم، حالا ببینیم. اوکی. این با هنرهای تجسمی کامل میشه. اوکی. خب سینگلی ترجیح همه، بعد یارو توی چیزا سینگلی ترجیح همه بهتر از این شبانی. خب داشی پیکا رو سنگین بریز، اینا دیگه رو ما جواب نی. عرض به حضورت که منطقی، حالا میگه ما کم شاتور سنگین‌تر کنیم فلان کنیم، ما این چیزا رو تکون نمیدیم. خب میگه پریم ولی بریز، میخوایم بشیم کله پا. خب اونو بگیر که یه ریز داره میاد سمت ما. اونو بگیر که یه ریز داره میاد سمت ما. آها خب قصهش قشنگه. سختمه بخونم من اینو. قصهش قشنگه. اوکی. هی میره چپ میره راست، می زدم و لولم. این پاش به اون پاش میگه گو نخور. بس که خورده رو حواس، اون یکی نچسبه رو همش تو جسه. اون یکی نچسبه رو همش توی جست و اداس. خب یه بیت دیگه هم بخون، من کلا چند تا بیتو با هم شعره. همون شعری که داره میگه دیگه. حالا چپ کردش یکی این وسط، بیاید جمعش کنید. از دست رفتش خواهشم پیکاتون رو کمش کنید. اینجاش رو ریتمه باید نگاه کن. عمویی هر کس که فاز بد داد، هر کس که فاز خب هر کس که فاز بد داد بپیچید و دکش کنید. این بابا داریم اینجا. نه بگو تو راحت باش، من بچه‌م میخواد ببین تلویزیون اجازه نمیدم. باش بابا اینجا اسخر نیست، بیا اینجا. خب بعد این دوستمون دیر رسیده، بچه‌ها روشنش کنید. منظورش این بود. خب این دوستمون دیر رسیده، بچه‌ها روشنش کنید. یکی دیر رسیده، به چی اصرار دارن روشن کنن؟ من بحث من اینه. میگه بچه‌ها این یارو کسخله دیر اومده، روشنش کنید، یعنی مشروب برسونید بهش. اینا رو من خوب میدونم اینا رو. ببین تموم شدیم بیت یا ادامه داره؟ من بیت میت اصلا دیگه حالم نیست، تو بگو. ببین حالا یه داستانی روایتی رو داری تعریف میکنیم همه بالا. حالا بعدا تو کلیپ میفهمی که مثلا داستان چی و اینا. ظاهرا یک حالا یک جای عروسیه، نمیدونم حالا دارن میریزن، میتونه پارتی هم باشه، هر جنم داره میتونه باشه. خب ببین یه اصلی هست. خب این معمولا همه هنرمندا موظفن به رعایت این اصل. اصلا چه اون هنرمندی که تازه کاره، یعنی هنوز تو اون دوره هنرجویی معمولا یاد میدن. منو نمیکشی. چه اونایی که مثلا دیگه واو دیگه. خب اون همین که آقا توی بالا اثری که داری خلق میکنی، توی اون اثر حالا من فاخرش ندارم، کلا دارم، صرفا بیا غیرش بده و بیا فلانش بده و خاموش کن، روشن کن، شم نمیدونم پیک بریز الکم بلکم. آقا یک روایت. خب این آدم دو تا آدم عادی هم میتونن میبرن تعریف کنن، مگه نه؟ گوش کنیم یکمش رو کپی پست نکنیم. 300 منتظر این کارو بکنیم. داداش باز نمیشه همینجوری گوش کنیم. دنیا عروس شد. دنیا کله پاچه. مدل اروپایی داره چیز میکنه. اکس داماد هستم، خواهر داماد. آیا به تراوت بهاران سوگند یاد می‌کنید که همواره آنچه بر خود روا می‌داریم بر همسر خویش نیز بزرگای جمع. بله. جناب آقای منوچهر، آیا به تراوت بهاران سوگند یاد می‌کنید که همواره می‌داریم بر همسر خویش نیز وفاداریم؟ بالا نیار. نگاه کن ببین شدم روانی با کسی که پاس نمیده، نه نمی‌کنم توانی. حاجی این پاس نمیدی به اینجا هیچ ربطی نداشت. من گفتم تو دارم تجسمیش لاغر یه چیزی میفهمیم، من هیچی نفهمیدم. داره میزنه دیگه بازم. این عدسه است. نه بابا نگاه کن، یه لحظه گوش بده. این
این کسخله بلد نیست بازی کنه. عدسه نیستون. من کاری ندارم اصلا پیتنری چی، من دارم در مورد بازی همین شخص هم میگم. خب دیگه یارو بلد نیستیه. باید الان اینجا مثلا یه جوری حالا اوق بزن یه سکسکه فلان حالا نشونه مستی آخه عدسه یکم دیگه میرینه وایسا. پاره پاریم ولی بریز میخوام بشیم کنده پا اونو بگیر که یه ریز داره میاد سمت ما هی میره چپ میره راست این کیه؟ بس که خورده رو حواس اون یکی نچسته اکسه. و همش توی جست و ادا ای کاش میداد اکسه بگیره ببره اینو. حاجی خیلی چیزه این یکی این نچسبه توماره. رو همش توی جست و اداست. من بلد نیستم جو. این چیزا رو، ولی این وزنش با هم نمیخونه. وزن که اصلا کاری به وزن ندارم، این اصلا دنبال میره چپ وزن داری میره میگردی راست توی- بس که خورده رو حواس این یکی نچسبه رو همش توی ببین، جست و اداست. یه چیزی ببخشید موقع گوش کردنه یا مثلا موقع خوندن این ترانه‌هاش خب یا گوش کردن اصلا دنبال یه سری قواعد لطفاً از چیزی کلمه‌های نباشی. ترانه استفاده نکنید. اوکی. این اشعار فاخر خب به چیز نکن اصلا آره دنبال خیلی. به منطق و وزن و قافیه و نمیدونم عروض و اینها نباش، ول کن فقط ببین محتوا چی، به رمزگشایی کن. منتقد البته این نباش. اونقدر رمز و رموزی نداره این شعرش، این قشنگ هر چرت و پرتی که روش آمبولانس خوشبختانه من زیاد کار سختی ندارم. آمبولانس مالی نیست. آمبولانس مال اهلام آمبولانس. اونم گوش میدیم. زنگ بزن آمبولانس. آنگولانس دیدی؟ اونو میگفت روشن، منم باشم روشن میکنم. اول کلیپو ساختم رو کلیپ ترانه ساختم فکر کنم ترانه رو استفاده نکنم. نداره چیزی دقت کردی؟ چیزی برای ارائه نداره. آره اصلا اینو گفت فندق ایشونو، اینو نه ایشونو گفت که چی واسه ارائه نداره. یه چیزی داشت من دیدم افتاد بیرون. داماد رفته یه طرفدار آشپز بالا میاره، اومده این با آشپز رفت. حد نداریم ما به این که بخوریم نرقصیم، عادت نداریم دیگه طاقت نداریم زی گل ما عاد نداریم. خیلی گذشت کنم 10 ثانیه قبلش دیگه هشدار رو گرفتیم. نه اشکال نداره. خب امشب و حد نداریم کاری هم به ساعت نداریم ما به این که بخوریم نرقصیم عادت نداریم. فوق العاده جمله زیبایی بود. میخوای این شعر رو یه بار با لحن شعرا بخونم متوجه عمق فاجعه بشید؟ امشب و حد نداریم. بزنم امشب میخوام وایسه سبک چیز بخونم من میفهم. امشب و حد نداریم کاری هم به ساعت نداریم ما به این که بخوریم نرقصیم عادت نداریم. آرق هم نیومد. آرق دید تو صورتم بشیم اومدی خوب شد نیومد. آرق سیر. خب مثل اون بخون تو فهمیدی که میگه چپ کردش یکی این وسط بیایید جمعش کنید. امید پسرم چقدر بخشی از دست رفتش خواهشان پیکاتونو کمش کنید. امید هر کس که قادر خدا بیامرز قادر هر کس که فاز بد داره بپیچید دکش کنید. افکت میخواد اینجا که یادش تدوین افکت بذارید. این دوستمون دیر رسیده بچه ها روشنش کنید. چپ کردش که این وسط بیای جمعش کنید. رفتم بالا که میرم دوباره میرم پایین‌تر میرم بالاتر، یعنی هیچی از دست نمیدیم. خب یعنی مثلا یهو بیای بالا بخونی پایین بخونی، یعنی قافیه‌ها رو مثلا چپ و راست کنید، هیچی از دست نمیدیم. یعنی بگم مثلا یه بخشی از این شعر رو برده بنداز دور بعد بخون باز هیچی از دست نمیدیم. ولی اصلا خنده‌دار نیست، فاجعه است. واقعا فاجعه است. یعنی جاهای آدم دیگه
موزیک ویدیوش هم نگاه کردم همچین کار چیزی خاصی نکردن، نه یه دونه والله. رفتن یه ویلایی گرفتن یا یه مال یکی 40 از نفر 50 نفر خودشونه. هنرمند دعوت کردن اونجا. اینا رو هم ریختن اونجا. هنرورم نیستن اینا، اکثرا فامیلای خودشونه. نه دیگه رفتن مثلا اجاره میکنن و تهیه کننده است. حالا دو هر چیز 4 نفر رادیو پول جوانه دارن. دیگه پول میده مثلا یا رادیو جوان کار داریم اسمشو باش. نیار. نه اتفاقا کار داریم باش، اتفاقا کار داریم باش. دومالش حال خوب دومالش خوب دومادش حالش خوب شد. دومالش حالش خوب. بس دیگه. بس من از این آهنگ خسته شدم راستیت. خیلی آهنگ پرمحتوایی بود خانم دادرسان، به شدت زیبا دادرسان. این کی بود چیزش؟ میترسم دوباره نگاه کنی بعد دوستت از در نمیدونم. در حال یه جایی هادی گفت که اسم رادیو جوان نیار فلان. اتفاقا من سرم درد میکنه برای سر و کله زدن با حالا اینایی که الکی سری گندشون چیکار میخواد پیجمون رو ببنده، میخواد چیکار بکنه، میخواد مثلا شکایت ما رو بنده زندان، میخواد چه گویی میخواد بخوره. حالا که اینجوری شد من از این به بعد تأکیدم روی همچین جاهایی، رو همچین آشغال دنیاییه و زومم روشونه. دقیقاً تمام خروجیای رؤوف دایرکتورش دوستته تو کلابتون اومده بود. فنشی من چرا باید فنی دایرکتور باشم؟ به هر حال خیلی خوشحال شدیم امشب، خیلی خوش گذشت، کلی چیز یاد گرفتیم و خانم دادرسان متن فاخر و خوشحال، پیروز و مانا باشید. سبز و مانا باشید. این خوانندش هم مشخص نیست. این خوانندش که مشخص بود. چیز رانندش مشخص نیست. بشار